انسان در دنیا راحت است. اگر یک خار در پای یک مسلمان میخله، فکرتان باشه، اگر یک خار در پای یک مسلمان میخله به خاطر که مسلمان است، یک خار در پایش چخ میشه، در مقابل از این روز قیامتی پاداش میگیره. تصور کن که با یک نفر به خاطر اسلام یک سیلی بخوره، به خاطر اسلام یک دشنام بخوری. این حال وقتی که برای دعوت اسلام برآمدی، حتما لقمان حکیم بود، برای بچه خود گفت که وأمر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر على ما اصابك، صبر کو به آن چیزی که بر تو مصیبت میرسه. پس سختی دنیا و سختی آخرت برای کی آسان میشه؟ برای موحد. چرا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. نگفته که با دست سلیم، چشم سلیم، گوش سلیم، قلب سلیم. الا من اتى الله. قلب سلیم کدام قلب است؟ قلب است که در اون قلب بغیر از محبت الله و عظمت الله چیز دیگه وجود نداشته باشه. غیر الله کلش غیر الله هست، بنده هست، مخلوق است، محتاج است. آن کسی که با عظمت است الله است. اینی از قلب سلیم. در دنیا اگر انسان موحد کچالو خورد، باور بکنین کچالوش مزه‌دارتر است از کباب انسان بیدین. تو چشم داشتی که حق نمیدی، آل در روز قیامت مستحق چشم میسی. قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. ای پروردگار چرا من کور خلق کردی؟ من خود بینا بودم. الله در جوابش میگه که لقد اتتک آیاتنا فنسیتها. دلایل قدرت خدا برات نشان دادیم، تو به چشمت کدام روز فکر کردی؟ یک روز گفتی الهی شکر به خاطر می دو تا چشم، به دو تا گرده اوریجینال شکر کردی؟ کدام روزه؟ کدام روزی قلبت شکر کردی؟ این چند لیتر خون که برات مفت تمام شب کچالو خورده میری، لکس خون در وجودت است، کدام روز شکر کردی؟ این معده تو گوشت شتر هضم میکنه، شکر کردی؟ این دستی که برات داد شکر کردی؟ لقد اتتک آیاتنا. سعدی رحمت الله چه خوب میگه که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. من باز چی میگم؟ میگم چشم نگار جان سبز، هر چشم انسان دفترش معرفت کردگار. ابرویت یک دفتر است، چشم دیگه دفتر است، گوش دیگه دفتر است، زبان دیگه دفتر است، دندانای هر عضو بدنته. و فی انفسکم، در نفسای خود چرا فکر نمیکنین؟ چرا تدبر نمیکنین؟ اگر کم تدبر کنین باز میگه که الله شکر پروردگار، یا الله تو رحمان هستی، تو رحیم هستی، تو حکیم هستی، تو واقعا ذات رحمان رحیم هستی. کلی اعضای بدن مرا مفت برمده. این حال چیست؟ از این خاطر انسان موحد یکی از آثار توحید چی است؟ سعادت، آرامش دنیا و آرامش آخرت است.